محترم مولی صاحب، اولتر از همه اگر خود معرفی بکنین، اسم شما چی است؟ اسم ما مولای زین الدین، خطیب مسجد باغ شرکت. خب این مسجدی که شما خطیبشان هستین در حدود چقدر نفر مقتدی شما از اینجا؟ مقتدی مسجد تقریبا 70 خانه است. 70 خانه. 5 مسجد 6 مسجد در نماز میخوانند. خب جناب مولوی صاحب، چند قبل شما شاهد بودین که مجاهدین آمدن و این منطقه باغ شرکت را تحت تصرف خود آوردن. بعد از فتح و پیروزی مجاهدین، تبلیغاتی که شما شاید هم شنیده باشین که مقابل مجاهدین شد که مقابل مجاهدین مردم تاجیک و فارسیوان و بدخشی از این منطقه راندن و مردم قنداریا و پشتو زبانا و دیگه اقوام که بودن او در جای خود بودن. چنین ادعا و تبلیغاتی که مجاهدین به خاطر نامبد کردن مجاهدین دشمن کردگی، شما چی گفتنی دارین من حیث یک عالم دین، من حیث یک نماینده قوم، شما چی گفتنی دارین؟ گفتنی من همین است که درست از مجاهدین وقتی داخل باغ شرکت شد گپش همین بود که شما بیرون شین که تیاره بمبارد میکند دیسی میافته برای چند روز. اما بینوان از اینکه تو تاجی کسی برای من شخصا خودم نشنیدم از کسی، نشنیدم دیگر که مجاهدین بگوی که مال مردم چور کرده باشه اصلا غلط است. این کسایی که اگر استفاده جو کرده ما او را رد نمیکنیم، کرده مجاهد می‌نویسیم مجاهد کسی که مجاهد واقعی است، نه مال کسی را چور کرده نه خانه ملکی را به طرف در داده. دیگر ما همین چشم دید ما است. دیگر فعلا از طرف امرای مجاهدین به شما چی اطمینان داده شده؟ چی گفته شده؟ آیا کسی برای شما دو آیت بار آیتایی که بلند پایه کو تقریبا دو مقامش آمد. یکیش در خود همین مسجد آمد، مقام دومش ما را در گلتیپه خواست. به سطح منطقه بار به سطح ولوسوال، به سطح برادر که پایانتر شما واری بار آمدن. اطمینان امشان همین بود که گپی نیست، مشکلی نیست، کدام مشکلی باشه ما در خدمت هستیم. عملی هم کردن. اگه انسان بعد از واقعیت تیر نشه و خدایی بگه این کسانی که اگر گپی زدن حرفی زدن اون نظرهای شخصیشان است، منافع شخصیشان است. در گذشته به اصطلاح همین ملت غریب سوختن، بازم یک بار دیگر میخوان که بسوزاننش. و یک تعداد برادرای ما که فعلا حواره هستن از اینجا کوچ کردگی هستن، با شما در پهلوی ما به اونها چی پیغام داری؟ چی گفتنی داری؟ پیغام ما همین است که ما از طرف رهبریت همین امارت اسلامی، از طرف خلاص از که دیگه مسئولای محلش منطقه‌ای بار برای ما اطمینان داده شده، در سنا آمده که گپی نیست. اما به مردم که ما در اینجا زندگی میکنیم زیادتر برگشته اونا را به اصطلاح کسی که مشکلی برش برای مردی غریب به طرف هیچ گپی نیست، بر بگرده یک زندگی عادی شو و پیش بره. پیام ما همین بار گفتیم، به تلفن هم گفتیم، اینا به در شبکه اجتماعیش هم میگیم دیگه. اسمم عزیز الله است، باشنده ولایت بدخشان ولسوالی تیشکان. جناب مولوی صاحب ما دم بغل 20 خانه ماست. ما دم اینجا میشینیم بغل 20 از خانه ما. این مردم ها قوم ها جناب مولوی صاحب بیزی که فعلا مجاهدین فتح کردن. این بیزی که همینجا من صبح که مریضم بودم، صبح که همینجا مرا سزا کردن، من بر آمدم در اینجا آمدم در لاسپیکر سزا کرد مجاهدین که مردم از خانهش برایه که اوان زده رایست، دیسی زده رایست، مقصد مردم اوگار نشن. ما بالا آمدیم که 7 نفر مجاهدین رفته رایست. ما به شمول 34 تا زن و 3 تا مرد بودیم. دیگه اینا را گفت که برو، مرا گفت برو بغل دیوار ایستاد شدم. مرا اونجا ایستاد شدم، گفت چی کار هستی؟ من غریب کار آدم هستم. گفت کجا میری؟ من گفتم اونجا مجاهدین آمد. ما را گفت که از اینجا براین که دیسی آمده رایست اوگار میشدیم. ما بر آمدیم رفتیم دم تیپه بریده یک باجه بود، رفتیم اونجا خوشتوکاییم 2-3 روز اونجا ماندیم. بعد از اینکه اینجا آرام شد ما آمدیم. این قوم ها هم مگیم ما یک قوم یک فرد بدخشیم، چی قنداری باشه، چی افغان باشه، چی ازبک باشه، هم مگیم ما یک کلمه گو هستیم. بیشتر شما گفتین که تاجیکا را های کردن، افغان ها اینجا ماندن. ما 3-4 خانه افغان داریم، از ما پیش همه افغان ها را های کردن. آدم واقعیتش بگه اینه هستن حضور دارن. من از ولایت بدخشان ولسوالی افتلی پایان به نام رحمت‌الدین بنده خدا آداوری میشم. فعلا در اینجا خانه‌تان است؟ مهاجر شدین در اینجا؟ به اینجا مهاجر شدم در زمان رهبریتی همی طریق طالبا ما را آورده در اینجا جابجا کرده. خب فعلا شما خانه‌تان همینجا است؟ هستیم. خب دفعتاً که ما و شما هم کلام هستیم، خانه و فامیلتان در خانه خودتان قرار داره؟ است خانه. امو روزی اول که در اینجا خوا گریخ رفت، همین مردم مجاهد که جا آمد، ما مردم ها دمی کوچه تا بالا میگشتیم خب که ببینیم چی گپ است.
همین مجاهدین صاحبان ما را گفتن که از بالا تیاره میزنه، از بالای سر دیسی میزنه، خدا بکشیم برای 1 ساعت. ما از پیش متقی گفتنی از کلابی او را میشناختم، اجازه گرفتم که ما 1 نفر هستم، 20 سرالای عیال دارم، کشیدن نمیتونم، اما این مردن خودم به گردن خودم است. ما در خانه میسودم، نه آواره شدم نه رفتم، در خانه مستم، فضل خدا هیچ چیزی دیگه کدام تابل دروازه هم کسی تک تک نزد است که تو کی هستی چی میکنی. خیر ببینی امی گپی که به شما گفتگی است که به خاطر حفظ جان و مال شما که شما اینجا تا یک چند روز برای توجیهات آرام شدن صرف دیجا به شما قوم تاجیک و بدخشی گفته شده بود یا که دیجا همه شما پشتون دیگه قوم یا پشتون ها هم بودن، پشتون ها هم کشیده بودن دیگه، خونه پشتون ها خیر محمد خان دیگه سال نفر بود اینجا. کسایی که چنین تبلیغات میکنه برایشان چی گفتنی داری؟ خب ما گفتیم که امو 12 سال ما را سوزاندی بس است، از این روزی بانک ما نسوزیم دیگه، اما زندگی خراب به پیش ببریم. خیر ببینید زنده باشید. فعلا که هیئت از طرف امرای امارت اسلامی به شما بوده بودن، شما را چی اطمینان دادن؟ چی ما را اطمینان دادن که هر رقم میگردیم این مسجد تان شب میایم روز میایم بیایم بعد 5 وقت نماز تان بخونیم. مقصد هر کسی که خانه شما را اذیت میکنه که کسی شما را براتان میگه که چنان با مسئولین ما در تماس شویم، ما با امرای اوزون گپ میزنیم. ما زرگل است از ولایت بدخشان ولسوالی های راه به نمایندگی 3 ولسوالی راه گپ میزنم. اینجا 5 ولسوالی حضور داره از ولایت بدخشان. همین از مولای سی ما مردم مدت 20 سال از آمدن خود 4 سال میشه، برادران در اینجا مدت 20 سال که زندگی داره. در اول مرحله که امارت اسلامی در همینجا بود ما را جابجا کرد، فقط آمادگی امارت اسلامی است. یک بخشی گپم و گپ دیدیم همین که فقط همین روزا که بگیم تا با حالی که زیر دست دولت زندگی میکردیم اینجا در اطراف ما بیضای دولتی بود، ما مردم غریب نه به وضو کار داشتیم نه گشت گذاری داشتیم، اما برادرایی که خرد برد داشتن کردن پس اما روش نرفتن خیستن رفتن. روزی که امارت اسلامی مجاهدین در همین کوچه صبحی بعد از نماز در همین جا اعلان شد در لاسپیکر گفت هر برادری از خانهش برای کیاوان میاد، توپ دیسی میاد، تیوره بمبارد میگه، روزی ما پس این بار در گردن ما نمانه. ما فقط دستی زن خدا اولاد خدا گرفتیم و برآمدیم. یک شرایط در قشلاق‌های اطراف اکناف زندگی تیر کردیم. بعد از او شویدیم تا آمد تا الان در خانه من نه یک پیاله ما کسی خیانت کرده، نه دروازه ما کسی زده، نه کدام زندگی نابود شده. بالا پایانی که گشت گذار میگم بسیار زندگی خوب، هیچ کس نمیگه چی کارگر از کجاسی. تا بال ما به نام بدخشی و این آن یاد نشدیم، فقط به صفت مسلمان ما احترام میکنیم، امنا ما را احترام میکنیم، هیچ مشکل ندیدیم. او برادرایی که با استفاده ما در اونجا رفتن در بدخشان واضح میگم گفتم من دیگه نمیترسم. خیر ببینید فقط از همینجا خیست رفته خودش نمی قوم یک تاتم بالش نیست. از اطراف اکناف بدخشان 4 مردم جمع کرده اونجا اعلان کرده که فقط ما از طرف باغ شرکت آواره باغ شرکت هستیم، اینجا آمدیم، ما یک ضرر دیدیم، یک خسارت دیدیم، یک سوزن ما خیانت نشده. کدام برادری که شده است میتونه گپش واضح بزنه. بالکل واضح بزنه. ما مردمای راه 3 ولسوالی به نمایندهشون گپ میزنم. ان شاء الله زمین نمیاد کدام شد یگان تاش پیاله خیانت نشد. چرا با یک دسته بتون بکنیم؟ او فقط استفاده از همون از این مردم کرده و در همونجا در 20 سال خرده و برده، اونجا میخواد خرد نوش ما پیشتر ببرم. دیگه ما با او هیچ مشکلی نداریم، هیچ کاری نداریم. او خودش میدونه مسئولیت رو آیندهش. ما از همین مجاهدین خوشحال هستیم که خوب کردیم، خراب کردیم، آمد ما را لط کوب نکرد، بیاب نکرد. تا الحال این ورقه است. در روز اول که به ما این ورقه امارت اسلامی سکنی به هر خاندان ما توضیح کرده داده برادرها اگر با ما معافی هم خواستن. همینجا رئیس بیزون در این مسجد آمد مالش حضور داره. گو برادرها راست میگه. ما دکم 60 ساله آدم هستم جناب مولای سید. ما در انقلابا دیدیم که در یک قشلاق رفته مردم لط کوب شده، کلا کور شده، خیلی گتواتی سر. یکی در سیل آمد سنگ کلان میورده، میدر میورده. بعد از اینکه ما یک روز پس نمیجا رئیس ویزون آمد نمیجا مردم اطمینان داد، از مردمی باش کرد معافی خواندن نبود. مولای سید گفت برادر از شما برادر ما معافی میخوام. ما مسئله پشتو، مسئله تاجی، کزاره کس ولو امریکایی که در زندگی میگه ما با او ضرورت داریم. همین که به مولای سید ما هیچ مشکل نداریم. مولای سید بسیار تشکر از آمدنتان. ما افتخار می‌کنیم به مجاهدین. یکی سلامت ندیدیم، لط کوب نشین چی رو دروغ بگیم.